چکار کنم بیشتر کنم هر چه که میگم اصلا مادر و گپ من قبول نمیکنه میگه خدایا که کار آنه با کجا میگردی تو از صبح تا بشون مگر یک نفر برات تو بگرده با کجای تو از تو ای بر او بر کاکا جانی بری بر نگد برو خود مادر خو گپ زن که ما تو بدم سر همسایه به گدایی ری کنه ای بری برگشتن چی به درد میخوره گدایی چی با چی خبر دارم برو خود مادر خو گپ زن بگم به خاطر چی به گدایی ری میکنی ما به بلا افتادم دست شما که برار کلون تو شدم همه جنجالر مادر به سر من میندازه چره آخیشته چره رای کده خود سربری تو که اگه یه شما گوسفند نیاریم ایدی هر چی بیاریم قبول نمیکنم اصلا به در میکنم آها اجده یا ابده تو خوب گوش کن خود سربری توی تا نمیگفت اگه میگفت اگه یک جفکه بستونیم ما رای کنه گوسفند که ارزش نداره برار خور بگردم به این کاربار که مال از تو میبینم از تو باشم یا به سر ازی کوچی یا به سر ازی کوچی یا به تعزیز زمین یا به تعزیز زمین خود چه کار کنم چه نزبات منه دیگه میگه چیزه میگه گوسفند ما دیگه به خاک که دیگه بریم بخریم یک گوسفند 28 30 این لگمر با سر سخ نکو کمیت با مکسم دهن تو میزنم که 60 تا تو یکی به دهن تو نمونه اول حالا من گویم که 60 تا دندون داشته باشم البته از اون ما بتونی اینجا شلغم رزه میکنم اکثر با تو گپ بزنم که تو گپ خود کنی که بخنده میکنی به من ما مسخره جو شدم که تو به من میخندی برو بده سکن الان چی ما تو بدم کدوم سر بگه دایره میکنه برو پیش رو استاد نشو همه دختر دیوانی از اینا بغیر عمه که با تو مستون دیگه کی مستون دیگه دختر از اینا به تام میخره خیلی هوشیاری بلوک دیوانی خودم هم گردن شده تو دیوانه ساعتم دیوانه خشاتم دیوانه ما کو دیوانه تاره برو سکن الان تو به کجا رای میکنه تیز برو وای نری شما چند تیر به کار دارین لا رمضان 3-4 تیره برار به کار داره با نه لا رمضان یا میته که ما فکر میکنم همی پر علف می گوسفندا مر نمیشه این 2 تا 3 تا 4 تا گوسفند شما به کنار جوا هم زر علف هست که چی بگی گوسفندا شما سر میکنه حال ما به گوا مایم خاطره باشه لا رمضان فکر نکنم بده باز ما اگه مثلا بعد هم ما اختیاردهی ندارم برال کلون دارم پیر دارم خودی از اونها شما مسئولیت کنین همین که ما این فهم 99% ما علف اضاف نداریم که به شما بدیم عباس هم یک دروی دم که میتونیم دادن خب بگذاریم با پیام یا برام بدیدیم برای بگیم سعی کنین چی میگه ما میگم بس این پله بده به شما هیچ گپی نیست خب حال ما با چیکار کنم حال ما به پیش پیر تو برم به پیش برار تو برم خود تو گپ زنم چی رقم خودی ما که گپ میزنیم به شما میگه که 99% ما نمیتونیم علف به شما بدیم با بریم پیام بگیم برام بگیم شاید یک کاری بکنم به شما برار جون ما کو میخرم از شما ما میفهم مفته کنم میدیم ما مفته میدیم خب هر چی حساب کنی 1 درو 2 درو هر چی که میتونیم بابا 5-6 تا گوسفند شما یک جریب زمین شما علف مایم چه کار باشه من رو چاج گوسفنده برون به سر با پیر خو میگم سعی کن چی میگه عباس خوبه برار جو تو خودی پیر خو برار خو گپ زم مسئولیت کو سه چی میگم بگو رمضان گفته اگه مینور همر میدین تا درو آخر به مایم اگه 1 درو 2 درو هم میدین ما مایم خاطر گوام گوش نه ما یک فلسفه دارم و هم به تا سرامانه دیگه ندارم حسین رمضان میگه ما چاش که تو پیر خو میگم به شما خبر میدم ما از این دومات شما گیلک هم شکایت دارم اور ببینی اگر دیدین اور کم نصیحت کنیم برای بگیم همین سر همین زمین عباس رو میریم دست برا پا برا باش که این دفعه هم لیازه کردم چرا چی گپ عباس لا رمضان این ماما خوشتر بدو سیری به پول داده بود گفته بود برو دهنه سر زمین عباس اینا بهوده یه انقره که بیله بردش همون کاره کرده کار خوبیه ما اونجا زحمت میکشیم و داری میکنیم یا خرابکاری میکنه غیر از اینکه یک شن بلغوزی هر روز به تای منطقه بندازه واقعا کار خوبی نیه ما برای چیزی گفتم برو کم سیاست و سر بکره گفتم برو گیل لگی دفعه تو چیزی نمیگم من باز به من دروغ میگفت هر چی میگم باز میگم حقیقت بگو حقیقت نمیگفت همون خورزاده شما خودی بودک خورزاده شما نه خورزاده گیلک باز یک کیکسی دادم راست خوب گفت یک دانه رو داده گیلک واقعا کار خوبی نیه هی عباس سر دل مروانه کو یک پیری به چی راست خوب گفت دروغ میگم من دل میگه سفره نون نیه که به پیش هر کس سوار کنی از این خیشی که من خودی از اینا کردم همیت پشیمونم که تا جایی که جا داره انگار خوار خور زنده به تنور انداختم
برات داستان نگرد آدم عباس. سادی آدم دیونیه. میبینی سیری بزن که دانه زمین ها هم خراب کرد. خیلی هم باشه. خراب کرد. کاش که امی کارو ازی باشه بفهمیدی برات داستان نگرد لکو اول که از علفا به من خبری بدی خوبه چشم باشه. خوبه من میترسم میفته پیش ما خوشلی خودی و جنجال میکردم به سر گیلک. فایده نداره بازو وقت مشتی هم میادم با در سرام به گیلک خاطر دوما گیله خود هر کس جنجال کنی طور ملامت میکنم. باشه دیگه. غیر از خراب که کار نداره تارتو. چکی. آخه چطور هوا گرم شده. چکی. خاک برنگ تو تاگ نما چی می؟ نه چکاره با سر کلیت پیدا شد. چی رقمی؟ چی رقم چی می؟ عباس هیچی عقل بود سر تو بیا. همه کاب پره. بیا با شردی برنامه میام از این بس. من چون تو با کجا کلون شدی حالا به کلوخ ماست بزنه با تازرمه. یک روز خودی از این خوب یک مشتی خانه میشم من. تو صبر بده. با چی مایی؟ چی می؟ تو اینجا نمیمه شیشته خودی کلوخ میزنی؟ من ندیدم خاطره تو من ندیدی. عقل کمال با کجایه؟ عقل کمال تا دیشب بیدک بدادم گو همسایه ما گوش نمید بدادم گو همسایه خوبه بگو. سعی کنیم برای مادر ما گفت اکبر به سر خوب شد من میتر دیدم ایت پیش بگو میکنی کجا عتیقی پیدا انا نمانه انا کوش کشیه کش میخواه سه کوشا گیله انا ما استنبول مادر سر شما با دیدم که اینجا ای گپ میزنی چی مثل بدر سلام نه نمیگو تکبر در سر عباس اینا بگو که یک گوسپند ما با قرض بدین که خاطر میبره مناسبات ما به نمزاد خو ها البته ما ایدی ببریم. ایدی دیگه خاطر که ایدم بله. تغذیک شده تو هم بیکار موندی گیلک به این وقت بی پولی میمون تو گوسفند به قرض بدم. آه نه گیله جو بر از اینکه پا نگرد من این فهم که تو هم مدر تو که به در سراما که تو گوسفند به قرض بستنی که ببری به قربونی اینا به درد تو میخوره ایسه که یک برگه خورد یا دو سه تا میشی اینا به درد تو نمیخوره. چه بزغاله بزغاله نگاه که به درد تو میخورم اونا ببرک به قربونی میخورم اونا اینا همین طلب بخوره کلونش اینا وقت میشه نمیبرم نه برو جو نمیبرن که با ببرم اما بغاز ندارن که با تو بغاز بدیم با که با تو بغاز بدیم از کی بوستونی مگرم ببخشم دل جمع باش ما به تو چیزی بغاز بدیم مگرم ببخشم به تو شما پول بده نی شما اگه پول بده بدیم خودی خشاق به جنجال نمیفتادیم برو بخی تو اون تو کلا مردم ببر بدهی تو کوشکش من کلاوردار میگه تو گردن تو بند باش از این منطقه چند نفر قرض داری چی چند نفر قرض داری ما غیر ازم کوشاخ دیگه چی بخی برو برو بخی اینا من نمیمنه بعد کوچه میری میبینی به گیل از کوچه دیگه میری بخی تو به من میگی کلاوردار خب برم پیش نانه تو چرا پیش نانمه خب مادر ما پیش تو پیش نانه چی میگی نه مادر ما برو در سر عباس اینا با مادر عباس بگو گوسپند به قرض بدیم با پولا شما سم ما بعد من میده که خوش نباشم مادرم گفتم به قرض میده دو سه تا از اینا از من شخصی برو به در سرما نری مادر تو مادر ما رقیفم باشه نقی به در سرما نری با بخکل مادر بده اجازه نمیدم میگم مادر خب برو به قرض بده شما که نداری ما هم چه کار که ایدی ببرین گیله گشتنی اشتنم جانجوره تیار تیاره هستی، خیلیتیم خیلیته. جانجوره تیار هستیم جانجوره شکر میگم مادر ما گفتم که چیزه راد مادر خو یلکو هم یک ذره پشین ننگ شما رو نمیکنه کدی پشه این که پشین ننگ که شما یک ذره ننگ شما بکنه که ما هم اینجا خیش و خسرون داریم اونا هم به اونا مردم تانه میدم همین یک ذره احساس به وجود شما نیه ما برفتیم به سلام همسایه لکه گفتی یک گوسپند قربانی به قرض بدین که میبره مناسبات ما به ایدی انا مردم گفتن که شما موشا خونی شما گشنگی لباس میرد
شما نباریم انا پول نداریم شما هم وصیت کرده بدین که انا با ما گوسفند بخره. آخه 3 سال میشه به 3 سال که 3 تا عید قربون بیامده هم یک مرغ شما بیاوردیم ها اگه میشه برای مرغ بیارن رمزون چه کار میشه خود اینو مادر خون نسبت ما گپ زنیزه کنی مرغ خیلی حتی میتونم برو مرغ خلوص کتی هم بستونم بیارم به جمع چیز قبول کنی به جمع میدی نه او ترزی به تاون شما نیام باز اگه گپ به تو باشه که میری خرگوش میاری بفهمیدی حالا چه کار شد به چی توافق رسیدیم میاریم گوسفندی یا نمیاریم به توافق نرسیدیم چون نانه میگه برو قرض کن خوشای که رمزون ما برفتیم 10 سال یا عباس همسایه‌مون برفتیم پیشی پیش گوسفندای میگه گوسفندا ما چیه با تو به قرض نمیدی اینا میشینه بزغاله ما چیه نانه میگه برو 10 سال دین اومد برفتیم 10 سال ما چون غیب الدین برفتیم به 10 سال قبرستون برفتیم به هر جا میرم خبرقال خره به ما میدم. خب رمضان برار ما گوسفند نداریم ما آدمای خنکنده ما پول نداریم بیایم به شما گوسفند بیاریم بریم از این گپ سخن تیر شیم. تا به حال از این گپ سخنا تیر شدم که فایده ندیدم از این به زیر تیر نمیشم. اگر سیکم به تو چی میگم اگر رخت آوردیم کوش آوردیم بدون گوسفند اگر من اونا رو به جلو شما تل نزدم در ندادم گیلک که باز هرچی مستی بگو بفهمیدی مچون به می رقم به دیونگی تیر کردی خود داده تا خوشیاری نیه دیگه نه اگر دادیم اوشیاری هم بود هر روز کور به تو دادیم پاک دیونه زنجیری شده بفهمیدی دنیا رو برو ازی که تا کلک پایره بخند به دیونه میگم ما چند نمیگه یه به تو که بیا ازوی میتونه تو نمیگم من خود خور میگم مرم روینی کردیم شما دیونه شدم ما بفهمیدی راست میگه تو که به زی گپا نمیفهمی باش که من برم خود مادر تو گپ زنم همون مادر تو سر به گپ وا میشه درک میکنه که می عروس من ارمون مراد نه نه ما بگو بیچاره نیلولا خودی جنجال کرده. خب نیلولا جنجال کرده گفته نه تو اصلا نمیفهمی نه تو چری مال در به در میکنی خاک به سر میکنی ایتنه اوتنه نه میگه نه نیلولا نمیفهمه مردم تنه میدم راست میگه نانیم در مقابل شما خیلیه واقعا یعنی به گل روی می سیاسرمون مادر تو زن شریفیه به گل روی از اون نبیدی تا بال 100 دفعه جنجالا ما و شما نیه تموم می حق همسایه مگره بشنیدی شاید از اون خوار تو مر طلاق هم بدادی خب می کارم میکردم مگه سر تبعد نمد داره بفهمیدی ما به خاطر گل روی مو مادر سیاست توی چی نمیگم حالا کم میرم خودی از اون گپ میزنم به شرط از اون کاسه دغمه نشمی خوبه تا یخچال گذاشتم چکار کردی گیلا؟ بله چکار کردی؟ اصلا برات هیچی به هیچی هر جا میرون پیش عباس برفتم میگه کسی میش خیلمو که میگه به تو به قرض نمیده میگه اصلا هیچ همه در سال همسایه برفتم میگم هیچی به هیچ سادی خدا من به تو چی میگم هر جا که تو نانه ری نمیکنه بیا به تا کوچه بزی کو ساعت خودیر کو برو به پیش نانه بگو کسی من نداده به قرض به خاطر ازی نانه کو دل درد نمیکنه تو همین چریپی پیدا میکنی بالا پیشکش کو به زودی عروسی خور بکو بیا راست میگی آن تو بری از اینا ایدی بری قرض کنی ببری یار تو پول خورت کنه نمای است تو راست میگی پول خور کمستون نمیستونه از کجا میاری برار خوب گرد از اینجا تا باشم مجبوری بری بیل زنی زحمت کشی عرق بریزونی پول پیدا کنی قرض مرتکل بدی پیشکش تو چه کار شو پیشکش میش چی نه کو دستی به درد نمیای که بفهمه که بیل زدن چیه کار کردن چیه او فقط میگه ابرو مناره بابا ما با قصی ابرو نیو با قصی ابرو حیثیت نشو برار خوب گردم فقط پیشکش خور پیدا کو عروسی خور بکو مر به داد نگو کمی عقم سویا میشنه و بعده تو گوشکش نیه همسایه خب یک دم یک کمی تیر میشه راه ما و شما که از وقت زمان قدیم لالا نلیلا برای خب اگر شما برای کلام من یک ابروی حل دیشتی لا اله الا الله تو سعی کما بزور راه نشون میدم به من چی تا برقه میگه خال به نانه خب برام چی بگم من برار خوربه گردم به نانه بگو من به هر جا که میرم کسی روی مربر نمیداره دروغ بگو به نانه اگر راست بگی مگاری بری قرض کنی بوری به خسر خوشو خوب بدی چه ریپی پیدا کجید کلاک قربه کن خان رمضان مال خب بره رو به طرف نانه من بگذار که بره باشه که نانه چرا من بگاپا نانه نمیکنم دل من به تو میسوزه تو آدم سادی برار خوربه گردم راست میگی تریش هم درشی نداریم ابرو حیثیت ما پاک بره به پیش هر کس رفتیم پولا مرتکل بسونیم دیگه ندادیم با مو خاطر مال مردم دیگه رو مرور نمیداره راست میگی
کجا با میبری؟ با چی فکر داری؟ با میبری در سریا که دیگه؟ نه نمیرم دیگه. برو روز خور شم کو برو به سرا بگو کسی ما قرض نداد. ها نگو که مالا خونی رولار بدیدم ما را یاد داده. تو که بیا از می تا سعودی هستی. بازم نه از تو پرسان کنه میگی اولبرار می تا گو بوی تا گو بی تا گو. نه میگم نه براتون هم همسایه گفتمان نداره. آفرین همیر بگو. تو که گپ پینیه دیگه. خوبه.